مرتضی ترابی هم تونست توی آکادمی آلتون به موفقیت و کسب بریک 100 برسه. اگه میخوای بدونی که چه نکاتی رو رعایت کرده و چیکار کرده که موفق شده، تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. سلام، من مستر کوچ هستم و اینجا آکادمی آلتون هستش. توی این ویدیو سعی شده تا موفقیت یکی از شاگردان من رو که به بریک 100 رسیده به نمایش بذارم. شما میتونی تو این زمینه به موفقیت برسی. فقط کافیه که این ویدیو رو تا انتها کامل نگاه کنی و با ساختار آموزشی من آشنا بشی. روی فیلم تا جایی که ممکن باشه برات توضیح میدم. اگه احساس کنم جایی رو متوجه نمیشی یا مطلبی رو نمیدونی، بالای صفحه فیلم لینک ویدئویی آموزشی اون رو برات میذارم تا در انتهای فیلم از داخل توضیحات همین فیلم و لیست فیلم‌های منتشر شده و مرتبط بتونی اونها رو ببینی و پیدا کنی و مطالعه کنی. خب چون فعالیت این کانال هم تازه هست، طبیعیه که بعضی از فیلم‌های آموزشی هنوز ساخته نشدن. پس منو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا جدیدترین فیلمی که میذارم بهت اطلاع داده بشه و یا اگر آپدیت جدیدی روی این فیلم ها میذارم، یوتیوب به تو ایمیل میزنه و تو میتونی از روی گوشیت بیای و فیلم منو تماشا کنی. نکته بعدی این که حتما اگر جایی رو نیاز داشتی توضیح بیشتری داشته باشی، فیلم رو لایک کن و برام توی کامنت ها سوالت رو بپرس. حتما لایکت رو میبینم و به تو پاسخ میدم. این فیلم ها سریالی هستن و باید به ترتیب تماشا کنی. مهمه که بدونی چی رو کجا و کی داری میبینی. سعی میکنم سبک خودم رو بهت آموزش بدم، یعنی سبک 4S رو، سبکی که تا الان یعنی 24 فوریه 2025 تعداد 54 تا شاگرد رو موفق شدم با این روش به کسب بریک 100 برسونم. انتهای هر فیلم لینک 2 تا فیلم، یکی فیلم قبلی و یکی فیلم بعدی رو برات میذارم. تو بتونی خیلی راحت‌تر مسیر موفقیتت رو پیدا کنی. بیشتر از این وقتتو نمیگیرم، بریم سراغ آنالیز این فیلم. خب مرتضی در واقع تمرینش رو با یه لانگ شات شروع میکنه. ازش خواسته شده توی تمرین لانگ شات رو به سمت راست بزنه، چون که با دست چپ هستش یه مقداری این طرف ضعف داشته و در این تمرین سعی کردیم که اون مورد رو قوی تر عمل کنه. بسیار خب، زاویه خیلی خوبی رو سمت 7 نمیگیره، اما سعی میکنیم که 7 رو پاکت کنیم با یک کنون بسیار نرم، بقیه پوزیشن قرمزا رو به دست بیاریم. توی این تمرین بحث تقارن رو زیاد داریم تکرار میکنیم. تقارن یعنی اگر یه توپ استریت و خطکش باشه با به طور مثال قرمز، ما 3 زاویه میتونیم برای قرمز کیوبالمون رو کنترل کنیم. یا سمت راست تقارن باشیم، یا در تقارن صرف یعنی خطکش باشیم، و یا سمت چپ. اینجا زاویه سمت راست توپ سبز هست، برای همین مرتضی انتخاب میکنه تا بتونه از سمت چپ میز توپ رو بچرخونه و پشت قرمز در بیاد. خب این کار رو خیلی با اعتماد به نفس و خیلی خوب هم انجام میده. اما توپ قرمز بعدی که انتخاب میکنه باید بر اساس زاویه و تقارنش باشه. اینجا مرتضی قرمزی رو انتخاب میکنه که با یه ضربه رولاپ کمی جلوتر بره و بتونه توپ صورتی رو بگیره. اما توپ صورتی رو باید تقارن سمت چپش رو انتخاب میکرد، همینجوری که الان هست، چون توده توپای قرمز سمت در واقع چپ هستن، باید سمت راست صورتی بیسته و بتونه اینجوری حرکت کنه و بره پشت توپا. یه کنون نرم هم داره که سبب میشه از این کنون‌های نرم استفاده کنه، به خاطری که کیوبال خیلی دور نشه از محدوده قرمز ها. اینجا دوباره با یه افکت زیر توپ قرمز رو پات میکنه، کمی عقب میاد، تقارن سمت چپ صورتی نسبت به پاکت کورنر رو میگیره. حالا برای زدن صورتی آماده است. بله، صورتی رو پات میکنه، با یه زیر بر میگرده میاد سمت توپی که میخواد بزنه میدل. چرا نرفت پشت مشکی؟ چون توپ قرمزی اونجا وجود نداشت، سعی کرد با زیر بیاد توی اون مسیر. توپ استریت بود، یه توقف کرد
تا بتونه صورتی رو داشته باشه. زاویه الان صورتی به سمت چپه، باید بره برای اون دو توپی که سمت میدل هستند، یا اگر زاویه تیک باشه میتونه با یه استوپ توپ رو متوقف کنه. اما مرتضی این کار رو نمیکنه و با اعتماد به نفسی که به مسیر حرکت کیوبالش داره میره به باند میخوره و توپ قرمزی رو که الان گرفته زاویهش رو به سمت صورتی هستش. ببینیم چیکار میکنه اینجا. بله، مسیر در واقع طبیعی کیوبال رو طی میکنه و میاد سمت چپ صورتی قرار میگیره، در تقارن چپ قرار میگیره. حالا باید توپ بعدیشو با افکت زیر میخواد بزنه. خیلی زیر نرم میتونه بزنه چون که توپ استریت هست، زاویه خوبی برای استوپ داره، لذا در زاویه سمت چپ قرمز واسطاده. حالا میتونه با یه زاویه خیلی نرم و ضربه آروم دوباره در سمت راست توپ صورتی قرار بگیره. این کار خواب نمیکنه، میره با باند زاویه خودش رو نسبت به صورتی پوزیشنش رو بهتر میکنه، یعنی در واقع میتونست تین یا اوورتین صورتی بیسته، اما میره و تو زاویه تیک یا استریت تر میسته تا حرکت کمتری رو داشته باشه. حالا میره برای توپای میدل. اگر آشنایی با تقارن ها ندارید، کلیپی رو خواهم ساخت و لینکش رو براتون اینجا میذارم. اگر سابسکرایب کرده باشید و زنگوله هم زده باشید، به محض که من آپدیت رو تغییرات بدم برای شما خبرش میاد، نوتیفیکیشن میاد و میتونید خیلی راحت رجوع کنید به یوتیوب و فیلم رو ببینید. خب زاویه خیلی خوبی داریم نسبت به صورتی میدل. با یه زیر نرم میتونیم قرمز 4 تایی کنار 7 رو بگیریم. مرتضی هم همین کار رو میکنه. حالا زاویه سمت چپ قرمز رو داریم، میتونیم برای مشکی و یا با پاور بیشتر برای صورتی حرکت کنیم. حالا باید دید روی میز مرتضی برای توپ صورتی رو حرکت میکنه. خب در مسیرش هم یه خوششانسی میفته که احتمالات ریسک نام کلیپ دیگری هستش که توی آموزش ها گذاشته میشه تا شما اونا رو هم ببینید و یاد بگیرید. زاویه سمت چپ صورتی هستیم، سعی میکنه با یه پاور زیاد خودش رو به این ور میز برسونه که خب خیلی کار پسندیده ای نبود. میتونستیم خیلی نرمتر بزنیم و همون قرمزی که الان میخوایم بزنیم و به سمت دیگر میز داشته باشیم، یعنی تو میدل سمت راست داشته باشیم. حالا یک کم زاویه زیاده، تو زاویه تین هست، قطعا برای آبی نمیتونه نگه داره مرتضی، لذا پاور رو کم میکنه، میره برای توپ زرد که منطقی ترین و توپ قهوه‌ای است. حالا چرا قهوه‌ای رو انتخاب میکنه؟ به خاطر اینکه اون دوتا تکی که جای توپ صورتی هستند از زاویه 2 بسته است و خیلی سخت میشه ریسک کرد و اون دوتا رو در واقع به دست آورد. اما با توپ قهوه‌ای از زاویه‌ای حرکت میکنه که میتونست زاویه خوبی باشه، دوباره باز احتمال ریسکش حالا شانس آورد و قرمز رو برای سمت میدل داد. زاویه طوری که حالا هم صورتی رو میده هم آبی رو میده. اینجا با استفاده از باند ها که خودش کلیپ دیگری هستش که در آموزش ها براتون میذارم، این پوزیشن رو به دست میاره. حالا میتونه یه کمی جلو بیاد یا یه کمی عقب بیاد که مرتضی به دلیل استریت بودن عقب رو انتخاب میکنه تا اون یه دونه هم برداره. بچه انتخاب پوزیشن نام کلیپ دیگری هستش که در آموزش ها قرار داره، لینکش رو براتون میذارم که بتونید ازش استفاده کنید. زاویه خوبی داره، رول-آپ میکنه. تکنیک های رول-آپ رو هم در دسته پلیلیست یوتیوب با نام همین ضربه رول-آپ پیدا کنید و اون رو ببینید. اینجا با یک کنان خیلی خوب میره وسط قرمزا وام میسته. هر دو قرمز سمت راست و سمت چپ زیر دستش زاویه خوبی برای مشکی دارن. کافیه که یه دونه رول-آپ استانران اجرا بکنه که خب اینجا از استانش استفاده میکنه، تو زاویه حرکت میکنه
توپ مشکی رو زاویه خیلی خوبی داره، فقط باید نرم بزنه چون تو این زاویه نباید محکم زد، باید نرم بزنه تا قرمز زیر دست خودش رو مجدد داشته باشه. خب اینجام همین کار رو انجام میده. حالا دوباره زاویه خوبی نسبت به باند داره. مبحث باندشناسی رو هم براتون لینکش رو خواهم گذاشت که بدونید اینجور موقع ها چجوری باید توپ رو پاکت کنیم، با چه افی تا بتونیم پشت مشکی قرار بگیریم. ضربه رولاب هست، بسیار پاور پایینی داره و سبب میشه که مشکی رو خوب بگیره. یه ذره الان تقارن رو کم رفتیم، اشتباه شد و مرتضی هم داره همین رو توضیح میده که احساس میکرد که در تقارن سمت چپ مشکی قرار بگیره که راحت تر برای قرمز بیاد، اما اینجا تنها راهش اینه که بتونه یا میز رو دور بزنه و برگرده یا با اف زیر بتونه بکشونه عقب و زاویه بهتری بگیره. خب یه ضربه در واقع چک ساید عالی میزنه و توپ خفه میکنه روی باند و دیگه نمیره میزو بچرخه و قرمز رو هم بهش میده. بچه بعضی موقع بعضی از توپا فرمبالن، یعنی این توپ اگر به این زیبایی پشتش نمی اومدیم نمیتونستیم تمرین رو پاس کنیم و بازیکن باید اینجور جاها یه ریسکی بکنه. زاویه خیلی خوبی نسبت به صورتی و آبی داره. آبی کنترلش خود سخت‌تره، باید ریسک اینو بپذیره که از بین دوتا توپ بره و سالم برگرده پشت دو، اما صورتی این ریسک رو نداره، کافیه فقط به باند کنار 7 بخوره و پاور باید طوری باشه که ران اینساید کنه و بیاد بخوره به باند و بله و دقیق پشت توپ زرد قرار بگیره. بازم از احتمالات ریسک استفاده کرد اینجا مرتضی و خیلی هم خوب در آورد. حالا دیگه توپ دو رو بر اساس تمرینایی که داره باید بتونه بندازه توی پاکت که باز هم شانس میاره اینجا و این تمرینش رو در واقع با این خوششانسیه که در میدل افتاد و اتفاقیه که توی بازی هم برای آدم میفته ادامه میده. توپ سبز، پوزیشن بسیار عالی برای قهوه‌ای، ولی اینجا هم از خوششانسیش داره تعریف میکنه و اینکه این احتمالا در بازی هست پس در تمرین هم قابل قبوله. البته مرتضی صدهای متعددی زده که به ترتیب من تمامش رو میذارم. این اولین صدی هستش که مرتضی در تمرین میزنه و بعد از اون توی 2 هفته بعدش حدود 7 یا 8 تا الان یادم نیست صد میزنه که خب با توجه به صدهاش حتما به ترتیب من میذارم اینا رو که شما ببینید که از چه مرحله به چه مرحله تبدیل شده و چه اتفاقی افتاده که اون تونسته بزنه. پس در این مبحث ما تقارن‌ها رو خیلی خوب یاد گرفتیم و فهمیدیم که تقارن‌ها چقدر میتونن کمک ما کنن تا بتونیم یه میز رو کلرنس کنیم. روی بحث تقارن حتما کلیپ‌های آموزشی رو ببینید، اطلاعات بیشتری بهتون انتقال داده میشه و انشالله که بتونیم در فیلم‌های بعدی شما رو داشته باشیم و ذره ذره با هم بریم. پس اولین مبحث تقارن‌ها رو با هم یاد گرفتیم.